احساسات مردم بازی نکنن. یک روز میان اسم سیستان و بلوچستان را حذف میکنند. اینا چه مقصد داره؟ در طول تاریخ اگر شما نگاه بکنید سیستان و بلوچستان بوده، افراد میان بلوچستان را حذفش میکنند. اینا چه مرضی دارند؟ میخوان با احساسات مردم بازی بکنن. بعضی وقت ما صحبت میکنیم میگه شما از این استان جنجا چی کار دارید؟ ما به فلسطین کار داریم، اینجا کار داشته نباشه. ما بلوچیم، ما از احساسات قومی نمیخوان ملت را متشتت بکنیم، اما هر ملتی باید اسمش، حیثیتش، آبرویش، مذهبش حفظ بشود. ما از احساسات کار نمیگیریم، اما کسانی که بیان ما را احساساتی بکنیم اونا را نفی میکنیم، نمیگذاریم که اونا سوء استفاده بکنن. فردا بگن شما تفریق افکنی کردید، شما تفریق افکنی کردید که اسم بلوچستان را از سیستان حذف کردید. اگر بلوچستانی نباشد قطعا سیستانی هم نیست. این قطعا بدانید که اگر بلوچستانی نباشد سیستانی هم نیست. نکنند این توی 4 تا احمق آمدند اینجا هر روز با احساسات مردم بازی میکنند، یا در فضای مجازی میان شیخ الاسلام را زیر سوال میبرند و هر نوع توهینی را، هر نوع اهانتی را برای اون میان در فضای مجازی هرچی دلشان میخواد. چرا این افسرگستی خطاها را مسئولین جلوشان نمیگیرد؟ باید جلو این افراد را بگیرد، اگر نگیرد مردم جلوشان را میگیرند. ما نمیخوام تفرقه بشود. والله به ذات الهی قسم ما اصلا دنبال تفرقه نیستیم، اما کسانی که میاد اینطوری تفرقه افکنی میکنن، گفتم یک روز اسم استان را نصفش میاندازن، روز دیگه با شیخ الاسلام در فضای مجازی با حیثیت اون بازی نکردن، با حیثیت کل اهل سنت بازی میکنن اینا، و همه حیثیت همه را زیر سوال میبرن. وقتی که شیخ الاسلام اینجا خدای ناخواسته هر نوع توهینی به اون روا بشود، ما خواسته ما این است که اون کسانی که مسئول امر هستند و اگر امنیت و اتحاد و اتفاق میخواهند باید جلوی اینطوری اشخاص گرفته بشود.